اخیراً مریم حیدرزاده ترانه‌سرا در مصاحبه با علی ضیا مدعی شد که آثار ترانه‌اش بدون اجازه‌اش توسط شادمهر و یک خواننده دیگر در آلبوم مهستی دزدیده شده اند. او گفت آلبوم آخر مهستی از من سرقت شده و به جز 2 ترانه همه آثار من هستند. این ادعا به سرعت به یک جنجال بزرگ تبدیل شد. رسانه‌ها و کاربران واکنش نشان دادند و موضوع حسابی جنجالی شد. اما همزمان کسانی هستند که این ادعا را رد کردند. تهیه کننده آلبوم گفته است نام مریم حیدرزاده در کاور رسمی آثار درج شده است. یعنی قضیه هنوز قطعی نیست. شادمهر عقیلی خواننده ایرانی مقیم لس آنجلس است که سابقه بازیگری در ایران را دارد. با یک زن اهل فیلیپین ازدواج کرده و یک فرزند دختر هم دارد. شادمهر عقیلی خواننده، آهنگساز و ترانه‌سرای ایرانی در تاریخ 7 بهمن 1351 در شهر تهران متولد شد. خانواده شادمهر عقیلی شامل 7 نفر با 3 برادر به نام‌های حمید، محمد تقی و محمد علی و یک خواهر به نام پروین است. مادرش عاطفه و پدرش علی گلی نام داشت. 2 برادر او شهید شدند، یکی در سربازی و دیگری در زلزله رودبار. وی فارغ التحصیل موسیقی از هنرستان می باشد. در کودکی به ساز زدن برادرش علاقه‌مند شده بود. در سن 16 سالگی با نواختن پیانو فعالیت موسیقی خود را شروع کرد. وی سپس وارد هنرستان شد و یادگیری ساز ترومپت و ویولون را آغاز کرد و سپس به صورت خودآموز نواختن سنتور را نیز کامل یاد گرفت. شادمهر در سال 1369 با چند نفر از دوستانش یک گروه موسیقی به منظور اجرا و درآمدزایی در کشورهای عربی تأسیس کرد. اما پس از 2 سال نتوانستند به هیچ نتیجه‌ای برسند. در سال 1370 برای انجام خدمت سربازی به مرخصی اعزام شد، اما به دروغ به عنوان ورزشکار شمشیربازی امریه گرفت و خدمت سربازی نکرد. شادمهر در سن 25 سالگی به ساخت قطعات بی کلام با نام‌های معبود، فصل آشنایی و گلگندم روی آورد که بعدها به صورت آلبوم بهار من منتشر شد. این آلبوم به قیمت 800,000 تومان به شرکت تنین فروخته شد و بعدها به عنوان یک آهنگساز هزینه‌ای از صدا سیما دریافت کرد. در سال 1377 با همکاری علیرضا عصار، خواننده مشهور، آلبوم مسافر را بیرون داد. این آلبوم با استقبال بسیاری روبرو شد و در سال 1378 سومین آلبوم شادمهر به نام دهاتی، یکی از پرفروشترین آلبوم‌های تاریخ موسیقی ایران، تبدیل شد. آهنگ معروف یه پنجره قفس از آلبوم پر پرواز نیز در آن زمان شهرت یافت. در سال 1379 در فیلم سینمایی پر پرواز به عنوان یک خواننده فرزند شهید بازی کرد و موسیقی این فیلم را نیز خودش آهنگسازی کرد. او چند ماه بعد آلبومی به نام پر پرواز را با افزودن چند قطعه دیگر منتشر کرد. در سال 1381 وقتی 30 ساله بود ایران را برای همیشه ترک کرد و در آمریکا زندگی خود را ادامه داد. شادمهر زمانی که ایران بود با ژینا کلانتری، بازیگر و تهیه کننده ایرانی، ارتباط عاشقانه داشت. اما پس از مهاجرت شادمهر قصه عاشقانه آنها هم به پایان رسید. پخش و فیلم و عکس‌های عاشقانه شادمهر و ژینا کلانتری در زمانی که آنها در ایران حضور داشتند همه را متقاعد کرد که آینده‌ای روشن در پیش دارند و قرار است با یکدیگر ازدواج کنند. حتی حلقه‌های نامزدی نیز در دستان آنها دیده می‌شد. اما پس از مهاجرت همه چیز به هم ریخت و عشق آتشین منقطع شد. شادمهر پس از مهاجرت به آمریکا در سال 1390 با یک دختر فیلیپینی به نام ملیسا میامسا ازدواج کرد و
یک دختر به نام ملینا دارد. ملیسا فارغ التحصیل رشته طراحی صحنه تئاتر از دانشگاه سن دیاگو است. او علاقه‌مند به طراحی جواهرات بود و در طراحی مروارید مدرک هم دارد. او در طراحی‌ها موفق نبود و به رقص روی آورد. ملیسا در 2 کمپانی عضو است و به کشورهای زیادی سفر کرده. حتی مدتی هم در آلمان نیز زندگی کرده است. در سال 1398 در یک کنسرت در واشنگتن اظهاراتی از سوی شادمهر عقیلی در مورد ایرانیان منتشر شد که منجر به انتقادات گسترده علیه او شد. او حین کنسرت اعلام کرده بود اگر ایرانی نیستید سالن را ترک کنید. این صحبت شادمهر باعث ناراحتی کاربران افغانی شد. با این حال او پس از آن توضیحات داد و گفت که اظهاراتش نسبت به یک شخص خاص بوده است. شادمهر خواننده محبوب بدون هیچ پشتوانه مالی و تنها با استعداد خود مسیر پیشرفت را طی کرد و هرچه را می‌خواست با تلاش خود به دست آورد. شاید زمان زیادی را وقف موسیقی کرد، اما محبوبیت او به او اجازه فعالیت کم را نمیداد. او در اولین کنسرت‌هایش کادوهای بسیار گرانقیمتی دریافت می‌کرد و اکنون هم در کانادا زندگی می‌کند و از زندگی لاکچریش فیلم و عکس منتشر می‌کند. به ثروت زیاد او می‌توان به سادگی پی برد. او زندگی همراه با رفاه و آرامشی را در کانادا می‌گذراند.